سوم این که تعلق میگیره به علما و خصوصا حافظان قرآن که در ماه مبارک رمضان بعضی از علما در منابر و اینها باز همون بحث دارن. البته بعضی امروزه الحمدلله خیلی علمای فعال پرتلاش هستن. بعضی علما هنوز در ماه مبارک رمضان انمو بحث صدقه فطر و بالاخره امو مسائل که همیشه بارها و بارها تکرار شده، یک مسئله جدید و مردم نیست، در بحث تفسیر نیست، بحث بالاخره در این راستا. و یا این که در بعضی مساجد میبینیم که اختلاف بین نماز تراویح هست که یک مسجد 8 رکعت میخوانه و یک مسجد 20 رکعت میخوانه و بالاخره در این راستا یا کمتر یا بیشتر. اینها مسائلیه که باید که ما متوجه باشیم. میتونیم مسئله نماز تراویح خواندن چیه؟ حکم چیه؟ سنت. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چند شب خواندن و صحابه بعضی البته امو چند شب خواندن و بعضی 20 کل رمضان خواندن، بعضی 20 رکعت خواندن، بعضی 8 رکعت خواندن، بعضی بیشتر خواندن، بعضی حتی از 8 رکعت هم کمتر خواندن، بعضی هیچی نخواندن، فقط فرض خواندن. اما میای قضیه در اینجا یادم اومد از قصه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اومدن در داخل مسجد شدن که دو گروه میخوان هم دیگر آخر بزنن، سر و صدا دست به سر هم دیگر بلند کنن. وقتی که داخل شدن گفتن شما چرا میخواید هم دیگر بزنید؟ شما مسلمان هستید، شما مؤمن هستید، پیرو قرآن هستید، دعوای شما به خاطر چیست؟ یک عده گفتن که ما میخوایم نماز بخوانیم، نماز تراویح 20 رکعت. اینها نمیمانن میگن نه 8 رکعت. اختلاف ما بر اینه، اینها میگن 20 رکعت و اینها میگن 8 رکعت. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمودن که شما که میگیم 20 رکعت حکم چیه؟ گفتن سنت. گفتن شما که میگیم 8 رکعت حکم چیه؟ گفتن سنت. الله شما را هدایت کنه. وحدت امت اسلامی چیه؟ فرض. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف. این آیاتی که شما امر بالمعروف نهی از منکر، مسئله وحدت، مسئله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه گفتن که شما به خاطر شکستاندن یک فرض و احیای یک سنت میخواید به جان هم دیگر بفتید، بیرون بشید از مسجد. نه شما 20 رکعت بخونید، نه شما 8 رکعت بخونید، فرض رو بخونید ولی اختلاف نکنید، برید بخونید. این مهمه که ما در ماه مبارک رمضان اختلاف به بعضی مساجد، تو 8 رکعت خواندی، تو بالاخره 20 رکعت خواندی، خدای نخواسته نعوذ بالله حتی یک دیگر بیای در قضیه یک سنت تکفیر کنه. به اون مسجد نروین که اون مسجد امروز شعار دشمنات بر بین جامعه انداختن که مسجد وهابیا هست، مسجد مثلا سلفی ها هست، مسجد مذهبی ها هست. پس در ماه مبارک رمضان ماه همدلیه، ماه همکاریه، ماه وحدته، ماه فتحه، ماه پیروزیه. ما باید اختلاف را از بین جامعه خود دور بسازیم. شیاطین جنی به زنجیر کشانده شد. اگر شیاطین انسی هم آمدن بین ما گفتن فلانی وهابی و فلانی سلفی و فلانی مذهبی، این شیطان انسی هست. او را باید راهنمایی کنیم، الله او را هدایت کنه. اگر قابل هدایت نیست از او باید انسان دور بشه. پس در این قسمت علما باید متوجه باشن که این مسائل پیوند به رمضان ندن. رمضان ماه وحدته، ماه نزول قرآنه. قرآن چقدر ما به اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی تشویق میکنه.